خب دوستان غضنفر رو میبینین که داره فیلم‌های آموزشی قلمچی رو میبینین، باهاش میاد اینجا میگه بیشور چرا نذاشتی منو ببینم و تک خوری کردی، بار آخرت باشه. میزنه و اونو در آغوش خودش میگیره، میگه اب نداره بار بعدی دیگه تکرار نشه. این همه چیز رو عوض نمیکنه. من هنوز با تو مشکل و میافته تا سر کوچه که بره دو تا تخم بخره. میاد اینجا میبینه که بله یه خونه است که 4 تا ماشین مدل بالا داره، بهش میگه که بیا پایین کارت دارم. بعد زنم که میاد پایین میگه چه مگده. اینم میگه که بابا منو خیلی دوست داره و منو فرستاد که بیام غذا بخورم. الان من چیکار کنم؟ اینم میگه که جهنم سیاه هیچی ندارم بخورم مگه بیای اگزوز ماشینم بخوری. بعد پسرم که از همه جا رونده میشه میره تو سر کوچه که از اون سلاشخالی که به نظر من خیلی از غذاش بهداشتیه میل کنه. خلاصه آقا زنه اینجا میاد که بره تو سر کوچه چیزی بخره بخوره. بله مثل فلج میزنه ماشینشو به فنا میده. پسر میاد اینجا فاز بتمن برمیداره، میگه که بلند شو ریوایوش میکنه. اینم که اصلا داستانا چیه، شرافت اینا چیه؟